سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای قم رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب فراموش نشه. گوشت گنبد، موادش کلم قمری، گوشت گوسفندی، گندم پوست کنده، لوبیا سفید، رب پیاز، پودر لیمو عمانی، نمک و زردچوبه است. گوشت هویج برگه، گوشت با استخوان، لوبیا قرمز، نعنا خشک، پیاز، زردچوبه و نمکه. آش گنبد، موادش نخود، لوبیا، عدس، پیاز، کلم، گنبد، سبزی آش اسفناج، جعفری تره، زردچوبه و فلفله. آش پتله، موادش جو، سبزی آش، کشک، پیاز، نمک و ادویه‌های دلخواه. ماش، موادش ماش، هویج قومی، گوشت، نمک، فلفل و زردچوبه است. ماشاب، موادش ماش، لوبیا چشم بلبلی، پیاز، نمک، زردچوبه، عدس، سیب زمینی، برنج، گندم، فلفل، آب گوشت، کشک و نعنا داغه. دمپختک قومی، موادش برنج، لپه باقالی، پیاز، کره، زردچوبه و نمکه. مغزابه، موادش گردو، چغندر، بادمجان، دوغ، کشک، نعنا خشک، پیاز، نخود، روغن، نمک و زردچوبه است. پتل پلو، موادش برنج، بلغور گندم، سیب زمینی، پیاز، عدس، کشمش، روغن، فلفل، نمک، زردچوبه و زعفرانه. اشتری سیب زمینی، موادش آب، پیاز، نعنا خشک، سیب زمینی، روغن، نمک و فلفله. قاقاناخ، موادش تخم مرغ، آرد سبوسدار، شیر، پیازچه خشک شده، روغن، نمک و زردچوبه. آبگوشت یخنای بادمجان، موادش گوشت، لوبیا کیتی، عدس، بادمجان، به، پیاز، آب انار، نمک و ادویه‌های دلخواه. سفره قومی، موادش برنج، شوید، ترخون، نخود فرنگی، گوشت چرخ کرده، پیاز، رب، آبقوره، سیر و نمکه. مثل که همراه بودید، لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.